نکته مهمی که اینجا میاد مطرح میکنه اینه که این نظام سرمایه‌داری که این کارو کرده، امر خیر رو از بین برده، اخلاق رو از بین برده، ظاهرا گریزی ازش نیست. محکومیم همه به این که از این نظام سرمایه‌داری پیروی بکنیم. مهمترین حلقه ارتباطی بین آدم‌ها توی این مفهوم اصلی و مفهوم بنیادین که میذاره اقتصاد و شکمه. تمام دنیای آدم‌ها رو محدود میکنه به منافعشون در حوزه اولین و نازل‌ترین سطح نیازشون. برای اینکه این مفهوم اصلی رو تو فیلم بخواد برجسته بکنه و کمکش بکنه، یه سری حلقه‌های پشتیبان میاره. میگه وقتی در زندگی جمعی قرار میگیری و طبیعت بر فطرت غلبه پیدا میکنه، در این زندگی جمعی دیگر فطرتی که به دنبال تحقق خیر جمعی باشد وجود ندارد. این از چه نظریه مهمی پیروی میکنه؟ هابز یه نظریه مهمی داره، انسان گرگ انسان. نظرش اینه، میگه انسان‌ها اصالتاً در تضادن، برای بقای خودشون در این تضاد باید همدیگه رو از بین ببرن. انسان‌ها همه بر اساس این نگاه گرگ هم میگن. برای حفظ این نظام اجتماعی و جلوگیری از برتری این طبیعت انسان‌ها و خوی درندگی گرگونه‌ای که در انسان‌ها وجود داره، ما هیچ چاره‌ای نداریم الا اینکه قراردادهای اجتماعی به وجود بیاریم. برای اعمال این قراردادهای اجتماعی بر انسان باید یک حاکمیت مقتدری به وجود بیاید، چون انسان صلاح خودشو نمیدونه، عقلانیت رو نداره، خیر خودشو نمیدونه. اون حاکمیت یک نظام طبقاتی بر اساس این قرارداد اجتماعی به وجود بیاره که اون بتونه یه نظمی رو جاری بکنه و انسان‌ها طبق این نظم زندگی بکنن. شکلگیری نظریه قرارداد اجتماعی از هابز، بعد به لاک و بعد به روسو و بعد نظریه‌های دموکراسی ریشه شکلگیری نظریه لیبرال دموکراسی غربی.